Ассалому алейкум, ҳамдиёрони азиз. Дар навор барномаи навбатии муносибат, чун хабар доред президенти мамлакатамон пеш аз соли нав ба мардуми Ӯзбекистон ва оли маҷлис муроҷиат намуда вазифаҳои муҳимро барои пешрафти минбаъди мамлакат муайян карда доданд. ҳоло мо дар ин бора ба раиси маҳаллаи ҳазрати Али, депутати кенгаши намояндагони халқи вилоят Субҳонали Нишонов ҳамсуҳбат шуда ҳастем. Субҳонали, хушомадед. Дар муроҷиатномаи президент асосан ба масъалаи ривоҷ додани маҳалла эътибор дода шуд ва ҳатто вазифаҳои ривоҷ додани маҳаллҳо дар соли равон муайян карда шуд. шумо ҳамчун раиси маҳалла барои таъмин ва вазифаҳои имрӯз дар пеш чӣ чораву тадбирҳо андешида истодаед ва мехостам пеш аз фикрҳои худро гуфтан дар бораи соли 2025 ки шумо кадом вазифаҳоро ба уҳда гирифта будед ҳамчун раиси маҳал ва иҷро кардеду накардед. Дар дил чӣ орзуҳо, армонҳо монд ва дар соли 2026 барои иҷро намудани ҳамон чӣ қадр камари ҳимматро маҳкам бастед истода мегузаштед? البته السلام علیکم همدیگران عزیز که فرهاد سال گذشته سال 2025 با محله حضرت علی یک سال با برکات گذشت گوییم، سال آمدناک گذشت گوییم خطا نمیکنم. سببش آن است که با همین سرور جمهوری همون با محله خیلی اعتبار کلان داده شد. با محله پیش در محله یک رئیس، یک جنسویت، یک کاتب کار برد. این روز حاضر هفتگانه خادم برای همین خلق همون محله خدمت کرده ایستاده. در نتیجه من در هر محله، نه بلکه در محله حضرت علی بلکه در دیگر محله ها نیز هم خیلی آبادانگری، شکرانگی، همون دیگرگونی روز به روز همین سالانده بنیادکاری به عمل آورده شد. پیش یک رئیس و یک کاتب کار میکرد. اکنون من امروز در مردم همه خیلی سوالهای طبیعی پیدا میشه. اکنون نسبت محل شما نیست. من هفتگانه شد. بغیر از این بازم دیگر تشکیلات ها من نورانه داده شد، دیگر شد. اکنون نتیجه همه هفتگانه را خودتون همچون رئیس محل و دپوتات کنگشی خلق ولایت حس کرده ایستاده اید می. دیمه اعتبار سرور دولت تا چه اندازه درست بشه رو درک بکنید می. البته این اثباتش همون شخص سرور دولت خلق ازبکستان رو کرده. هر یک اصلاحاتی در محله ها آغاز کردن. همه رو با پس برداردن. هر یک امروز اهل محله حضرت علی من بسیار خلق قبولخانه میگیم. خلق قبولخانه همچون دپوتات من معلومات میتیم، همصحبت میشیم. از محله حضرت علی مراجعت فایزش انچه کم رو تشکیل میکنه. پس نیست گویم خطا نکنیم. اگر نیست گویم درست شدنشم ممکن بیای پروردگار میگود کمچلیک میشه یا بیخار برآمده یک تا دو تا آدم رفته میموند. لیکن اکثریت مراجعات ها همون حضرت علی به همون بینوی محله خودشنده حالا خودشی ارسوس. شما بین حاکمیت و خلق همچون کوپری هستید. بنابراین اگر از محله‌ای که شما رئیسی میکنید من هفتگانه تشکیل کرده شد گفتیم نورانه ها داده شد دیگه شد اگر شکایت شود هم مردم من شما رو نمیبخشند. البته امروز این شرایط، این وکالت، این امکانیت ها که با این امکانیت ها یگان رئیس محل، یگان هفتگانه محل حق حقوق ندارد که خدمت از صدق دل حلال نکند. خلقش حلال نکند و حقش نیست. امروز همین امکانیت هم پیشروی داده شده، همین معاش هایی که از طرف پرزیدنت ما هم خادم در وقتشان داده شده است، همین به شکرانه کرده تحت دل همه خلق هر یک محله و محله حضرت علی باشد، سرکنده باشد، چشمه باشد یا غزنا باشد، تل باشد، هر همون محله مسئولاش باید از صدق دل حلال و پاک همین این خلق سربلا ما باید خدمت کنند، بی منت خدمت کنند. چون که من شاهد آن شدم که در بعض دیگر دولت‌های همین منطقه آسیای میانه هم رفته اومدم، بعضی رهبرها دکان‌های همون کافدراها حتی از سروران جوانان ماست، از حاکم یاردمچیان ما، از
سرور زنان ما کم معاش میگرفتیم. من همه خودم شاهد شدم. این به امروز این خادمایی که هفتگانه که محترم پرزیدنت ما با قرار فرمان وکالت‌های داده موندن، امروز باید شکرانه کرده این خلق سربلند همون کشور آزاد و خدمت کردنشون شرط و ضرور. چون که سبحان الله اکثر گفتن هستم که آدم از حد از معیار زیاد اگر بدولت شد در عرفیان میگن که قبرستان رو زیارت کنه. چون که وقتی که چشمش رو روغن میگیرد به قبرستان رفته خودش رو در حالت همون آنهایی که جسم بیجان خواب رفته است در حالت همون دیده به خودش می آمده است. انسانی که از امروزه حیات، از امروزه راهبری، از امروزه کاربری خودش بسیار ممنون شده، از خود رفته، این یا وای کس رو پسند نمی کند. یک من همین خیلی فکر دارم که سحری پگاهی به کوچه برای کارگران خادمان من اداره آباد سازی در کوچه خیلی پگاهی سحر من خونه که ما در گرد اطراف پیچ میشنیم چقدر خدمت کردن دیده به خودش خلاصه گرفت و با معاش خودش رو با معاش آنها مقایسه کند. یعنی البته ترازو گذاره. چون من در پیش دیپوتات ولایت گفت استودیوم امروز همچنان هم ژورنالیست هم به شما چون که آنها چقدر معاش میگیرند و من در اداره گرمسته چقدر معاش میگیرم در همون وقت به خلاصه میآید. demak برای بازم به خلق خدمت کردن کمر رو محکم میبندد. شما چی میگه؟ بله البته راست گفتید. اکی فرهاد در ازبکستان همه صاحب استقلال امان عالم مجلس اند، قانونچیلی کنده، وزارت کنده، هر یک قانونی فرمان ها برآمدش دیگه همش با منفعت همه شهروندان ازبکستان خلق همون سرملت ازبکستان نگرانده شده است که این یک قانون درباره ارگان خوداداره کنی من محله این محله امروز ها دنیا تنگ گرفت. محله میوهش محله سوداگی اصلاحات های دیده آنان قهرمان قرآنباев برآمد کرد. همه خیلی پریزنتاسیا کرد که ازبکستان انده همه خیلی ساحه محله هست، همه خیلی تنظیم هست که وای دولت کرده همه خیلی هماهنگ مثل همه دیپوتات ها مثل کوپرک فعالیت میبرند. خلق از دولت راضی، دولت باشد از راضی خلق چخیر بازم خوشحال شد، بازم همون خلق و چهل که همون برای شرایطشون فراهم آوردن، بازم احد همون با سربره همون پرزیدنتمو کارکرده استودادشون خودش همون انسان نشان داد. دنیا امروز همون انستیتوت محله تنگ گرفته است. پرزیدنتمو ما با قانون و فرمان ها تیار کرده دادن همون مکانیزم همون قانون قراره اگر کار فرمیم امروز هر یک محله هر یک گوشه ازبکستان ده هر یک محله آباد میگردد. افسوس که بعضی دیگر محله ها ده همون مضمون ماهیت قانون قراره نقض نخوانده و فقراها مناسبت های دغل میشد یا اینکه این کار کردن ممکن نیست گفته. لیکن دونن هم خوانن هم کار کردن نمیخواد. البته بعضیشون شاید همین خیلی باشد دونن نکنن، لیکن من همون در فعالیت خودم همین سال گرم فعالیت من 8 سال بس فعالیت میبرم. شما که فرهاد دایم من با واسطه تلویزیون همون کماند جمعه همه سوخته و همون تو نظارت میکنم تو محله موی حضرت علی. من چون که فعالیت ما از محله از وظیفه کاتبی سرکردگی من بعد از کاتبی من رئیس محل تومان کنگشش به دیپوتات شده، من ولایت به دیپوتات خلق ما رو اعتراف کرد. این سببش در کجاست سوال میشد، سوال میآید هر کسی که اگر مهنت کند روی قانون خلق و حلال مهنت کند خلق امروز میخره. من همین سال خودشان یک بینه محتشم دوشانه محله حضرت علی با طرز حشر 2 میلیارد سوم ساخته استفاده برده شد. میخواستم در همین جا من درباره محله حضرت علی گورخ سر حساب یعنی حسابات 2025 با مردم میگفتید در محله حضرت علی 2025 با کدام کارها موفق گشتید، کدام کارها اجرا شد؟ البته در سال 2000 من محله با بیناش 2 میلیارد ساخته شد. دوامش قریب یک 50 تا کم تامینلنگان اویله ها دائمی نظارت بگرفته شده. آنها را با موادهای خوراکواری مادی از نزدیک کمک خالصانه داده شد بر آنها
mana این duvash اصحاب کی؟ asosova hamon homiyon jamg'arma mutashkil kardagi dar jamoat sharondan Hazrati Ali saxovat mahalli Hazrati Ali gufta nom guzoshdagi hamja tadbirkorlar homiyga mekinad بخیانت و بیعت homiyga mekinad mo hamon homiyga va bu ijtimoiy qo'llab-quvvatlash البته doimiy komissiya mohay az 11 kasi bo'ladi baromada rafta hamon dodagi mavqea manzilli xonadonbay gashta ko'chabay gashta mahallabay rafta daromada fuqarohay olmoqda kasiki hamon ehtiyoj da'vat ba onha albatta in mavqea manzili rasonda shud بعد از این mana yak orzuy derina sisole xalqa hamon Hazrati Ali guyman xato namikunam prezident administratsiya omadan mana mohamayanda suhba omadan hamon soli jo'rinda omadan برای آب نوشابه تامین کردن اهالی حضرت علی قسمان سر بودارچه قسمان سر کنده چه خیل تکلیفات آنها گفته من با تکلیف پیشنهاد کردم من همونجا گفتم که ما دو تا تیغ قداق میگوید قداق همه الکتریکی زده شده اساسا با هوای آبیاری کرده میشه گفته ما معلومات دادن من نگفتم سببش که اون دو تا تیغ قداق الکتریکی سوید مردانش هم او دسترس کردن نمیتونه و یا گفتن که چه خیل تکلیف میدید من گفتم همه خیل سرچشمه جوی دما مانده 1000 چشمه هست او با جلو شیرین با مزه همونجا همون سرچشمه 1000 چشمه جوی دم کته آب وارده که دو با همه محل مانده خفای محل مانده هایت جنگ گفته جو های هایت نشان گفته جو های دیگر همه خیلی نمبر برگه هایت نشان گفتهش مثلا آن نشان باغشون بدگی همونجا هایت نشان میگفته هایت جمع میگفتگی همه خیلی هم آوجیان باغشون بگی همون انسان ها او تیمرا باغشون بگی همون انسان ها رفتم جوی دم کلان کرده همون وقت انده نه اون بینوکر نبودگی یک تراکتور تکنیکا نبودگی آرکیتکتور یک ویش نبودگی هوای کته آب واردگی همونجا تا حال همون از همون جوی دم اهالی قسمان سر بزرگچه حضرت علی سر کنده استفاده برده همچنین آب پالیزی و نوشابه استفاده میبرند من گفتم همین آب اومدگی همین آب اوتا با اومز قلب کیگن شونگه بر 2 کیلومتر توربه برسنگیز وشانه حشر یولو بلند آب کلامز şimdilik şunu آب کلامز گفته گپا گفتن و یا همه شرط موندن که شما همچون دپوتات وعده میدید توربه ما شما میدیم آب برآمده نشه من گفتم البته بابا این جوکت آورده البته توربه دنی میاد آب میاد من این وظیفه با عهده گرفتم حشر کردم من خلق حضرت علی زنده باشن قسمان سر بزرگچه همشون یونماننده استودن حشر کرده رفته همون جوی دمام یا حمایت زونش کلام کرده همون توربه خوانده اومدم من 2 ماه 3 ماه مشقت کردم نتیجهش یک توربه 200 دانه حجم 200 دانه آب همون شفابخش با لذت با مزه همون آب حیات سر جوی دم کرده همون خاندان‌های یک 60% خاندان‌های حضرت علی اومد درآمد که امروز خرسندی همون اهل محله کنار ندارد همه امروز از سیاست عادلانه پرزیدنت ما همون پرزیدنت ادمنستراسیون اومدگی امروز همه خدمات‌های محله همشون خرسندم ممنونم همین با من سر حساب همه شده هم او برآوردگیش به من یک این 30 ساله ارزوی همین خلق حضرت علی بود این جمعه عمله بوشید من با این فخر میکنم مقصدی از حکومت پرستن قبر یعنی تروبه برای گم نشدن آب هست 1 لیتر که از سرچشمه میبرد تا آخر 1 لیتر آمدنش رو شما پرستگی لیکن امروز مثلا سرور دولت درباره سیمن پوش کردن جویبارها اومد دیگر کانال ها بهده جماعت ها نمیگذارن سبحان چون که امروز شماره اهالی هم یعنی ازبکستان هم به 38 میلیون رفته رسید یا وقتا 99 سال که ما کار آغاز کردیم اهالی 50,000 باشه به 80,000 88,000 رفته رسید سبحان در محله سر کنده که سر بازارچه سر کنده حضرت علی یک محله باشه دیگر امروز به 3 محله تقسیم کرده شد البته این سیاست رو شما درست فهمیده استفاده قبر طلب کردگی و امروز به طرز طبیعی من آب رو مردم استعمال کرده است این البته بخت است بازم چی با کدام کارها نویل گشته ما جسم زنده هستیم اگر ما ارتریمون خون نگردد ما زندگی کرده نمیتونیم اگر همه ارتریمون کم تروم پیدا شه ما دوران ما میبردارد
محله هم مثل همه خیل اگر ارتر محله همون هر یک محله جویبار ها میشد همون جویبار ها میشد ما ارتر محله ما همون جوی دمام جوی دمام یک وقتا مایده شد که اینجا از سبب نورسایی آب پالیزه آب نوشاکی جنجال ها شد دیما این دولین خلق برداشت همونجا مایده شد که دولین خلق برداشت ما امسال همون جوی دم کلان که اومدیم خدا خواهد 4 کیلومتر 700 متر جمعش همون جوی دم تا آخرش میبریم امروز ها همون فراهایی که در همون لب‌های جوی دم دیگر جاهان دیگر محله‌های لب‌های جوی دم حمایت زونش میشد حمایت حدودش میشد همونجا سرانه همون اسود کردگی همون دو درخت شوندگی ممکن هم نیست شده اونان نور بالای نور میشد ما 10 تا 100 تا درخت به غلطون سیم جای کلان کسیم نگن اینجا نه 100,000 تا مثلا گرم قریب 500,000 تا برای همون درخت‌های آبیاری کردن و نشونامو کردنش ما سبب چیستیم گوجونده 10,000 تا گوجونده مثلا گرم 52 در اینجا منفعت یک شخصی من با مردم تاثیر نرسوندن است. علافهایی که من با دو کنار همون جویبار میکورم یا دیگر درختی که میشنم این با رزق مردم پایانه تاثیر منفی میرسونه. بنابراین حقیقتا حمایت زونه حمایت همون جویبارهای گرد اطرافش را همه آنهایی که من شما رو دیده دادم البته تازه کرده مونده شده است. این چون که این ملک خلق است این آب. هم خیلی می چون که تقدیر خلق اونجا 6,000 تا اهالی زندگی کرده اینجا 15 تا آدم باغ راه کرده تپه‌های جویی دام با خانه که ساختمانی ناقانونی کرده قانون در اینجا کار میکنه برای های من از فرصت استفاده برده همه شخصا میگم که خودسرانه همون ساختمان کردگی خودسرانه درخت شناندگی امروز ها اکن اهالی حال گفته زیاد شده بر افسوس احتیاج هم هست پرزیدنتمو من مراجعات نامه دیده خودم خرسان شدم که امروز ها گفتن همون کانال ها هم مثل بتون لاشترم است کانال های بتون محله ده سو ایلان توریشی کرد ارغلارده بودند آب گردد همونجا آب حیات هوا تازه میشه تاشکنانگه همون آب هوا اسیر شد از سبب همون جویبارا گم شده برفتنش خسرانه خانه و ساختمان کردگی از خود کردگی بعد همون آب گم شدم برفتم از اکولوژی ویران شدگی حاضر من اگر همین چیزا بازم هم پرزیدنت محترم گفتگیشون براه مونیم طبیعت این سوخ ما بازم آب هوا تازه از این هم بازم تازه تر میشه من توریسم به اعتبارش است پرزیدنتمو همین همون مراجعت نامه 48 مرتبه بار اول کلمه محله رو بدهن گرفتم بار اول من یک چند مرتبه 7 سال 8 سال باز مراجعت نامه ما گوش میکنیم در نهایت گون یک مرتبه دو مرتبه میگفتن درباره محله گپ زده میشد این سال با ما این دماغ این سال محله بیکار به سال محله اعلان نکردن اعتبار محله دگرچه میشه خدا خواهد محله ما آزاد و آباد میشه زیارتگاه حضرت علی من درباره توریسم گفت زدید من سال محله شپنگ هایی که ساخته شده است چیکار کردن هستید برای توریسم را جلب کردن به محله شما اگر به محله شما یادگان در اونجا کیها سودا میکند کیها چای میفروشد کیها خوراک میفروشد یعنی زندگی مردم دیگه سیاهش میجوشد چی کردن هستید سال گذشته ما ساختمان مسجد جامع حضرت علی با طرز حشر سر کرده بودیم امروز علاقه در عرفه استفاده امام نمیشه در عرفه با استفاده فساد قسمش کمتر ماندگی یک ماه دو ماه استوا خدا خواهد تمام میکنن همون این قیمتش قریب یک 8 میلیارد 9 میلیارد بر افسوس این خلق همون حضرت علی فقط اونجا خلق حضرت علی نه مردم سوخ دست کمک رسوندن این یک بینای محتشم بیت الله بنیاد شد من همین های گوش کردم من یک چیزی میکنم که پرزیدنتمو در مراجعت نامه هم از این پیش هم بسیار برآمدهاشون میگفتن که بر بولسا خلق مس بر رشتک وطن مس همه جوره همون متحد باشد همون اهلگره باشد برکه میشد آبادگار میشد است من همین تجربه اما خودم دیدم من امروز عرفه کشوده شونده زیارتگاه رو بیایم زیارتگاه همون حضرت علی خلق سوخ بستانه هر یک محله رفته یک تا اونجا شپنگ ساخته اینجا یک تا شپنگ ساخته بعد از دست به دست من حاضر رهبرش موگذشت همه حالش انچه خراب کرده بود بازم من خلق همون سربلند حضرت علی همون سوخ با
یک مراجعت کردم که همون اوپن بودجت به ما نمون اوپن بودجت دادن باز کرده بریم من این طرفش ماشت بد کردیم این طرفش هم مکن اوپن بودجت یکن میلیارد مبلغ کرده همون شپانگو رستوراسیون بشه صحنه‌اش آسایش کرده میشه همونجا بدگی موجود همون چشمه ها از نو تعمیر کرده میشه میدان های سبز درخت‌های دکوریشن شنونده میشه دکتر مقصد کردم موندم نه خلق سوخ سربالا من تعظیم میکنم اینو دستگیری کردم من علاقه تشبثکارش من خودم من اوپن بودجت دادم بردن حاضر همون قروبچی بنیادکار همونجا حاضر کارش اوج سر کرد حاضر سر کرد در روز باز همون شپانگوی پیش همون ویانگی نزد مشتنگی از نو تعمیر کرده از نو ساختن کارو براساس خدا خواهد لایحه‌اش بینید یک تکلیف میگم شما یا رای اونجا خدا خواهد ماهای مای به هم مچته هم زیارتگاه همون جوی دم گذشته برفتگی به هم بیتون کرده میشه درنش و دیگه چه و میگرد رنگ میگرد یک رنگ زیبا میگرد درباره همون زیارتگاه حضرت هم گفته هستم که حرکت کردن در کار من لایحه‌اش من ندیدم لیکن به طور امروزه استانداردی و حاجتخانه و چایخانه و دیگر آنهایی که اومده دم میگیرن البته یگان چیز کافتکام نکردهشون در کار است در همان وقت من سمالیات پرواز دارد دیگر بازم در پیش چقدر نقشه های خوشرو هست این البته در روزهای نزدیک جامعه عمل میکشد وقتی که میآید آدم ها از دیگر ولایت و از دیگر رایون و دیگر ها در همونجا مزه کرده دم گیرند چون با مانند من پیریول انگرین البته دم گیرند لیکن باز سوال دیگر با شما درباره دو کنار همون کوچه حضرت علی من یک وقتا رنگ و بار کرده لیکن باز من دیروز که با همونجا گذشتم در عرفه بازم همه خیلی رنگ و بار کردن و بازم خوشروتر و بزیبتر کردن هست چی نقشه ها داره در همین بارنده البته اگه فرهاد محله و همه خل حفگانه همه خل وکالته برابر دودنش من خلق سوخ با سالق استاو ما همون سالق مسپردگی و هم نالک سالق ما همش محله میالتاد بودجت محله میالتاد همون بودجت محله سونی همون خیلی جوه آبادانه تراتوار ساختم ما همون مقصدناک همون جیبورها لطو کردم و نگرانش دیگه البته این مبلغ ها گرفته تور استفاده برده همین سال نیاز داریم که همون دشیت همون کنگی همون جیبوره مثل که پرزیدنتمون در مراجعتنامه گفتن جیبوره لطو کرده همون درختای دکوریشن ساخته حاضر مالین و گوسیان سلی و درختای از طرف دولت داده میشه گوسیان همین درختای شنونده یک محله و حسن دیگر حسن زیباتر طبی رقم 5 پیش در دور شوروی به نام سیدبک بود یک مکتب مشهور بود این روزها حالتش جدا خراب اونجا اهل محله حالا گفته زاید شده بر افسوس صنف خانه ها نرسته 2 سمینه 3 سمینه فرزندان میخوندن دیرکتور مکتب با ما مراجعت کرد رئیس با ما یک کمک نکنید من مسجد شتاس اداره محله شتاس یک محله هم تعلیم سوهاش بام یک مهر دیهید گفته تکلیف دادم ما رفتیم با تدبیرکار ما ولی جان توچی گفته تدبیرکار سخاوتمند ما هست سخاوتمند ما هست همونجا ما برآمده در همون تالار هم نیست اون مکتب اند اما روی حوله صحنه مکتب اند جماعت گذراندیم در همونجا همون کنگش اعضا کرده قرار کردیم که ما باید اوپن بودجت به مانده یک تشبث کوشمچه بینای همون کوشمچه ساختن با یک لایحه ساخته و که موندن با و که نقطه بینای علاوه برای ساختن همین تکلیف پرتافتیم اهل محله همش تدبیرکارا دستگیری کردن غالب شدیم من امروز در مکتب رقم 5 جماعت حسابات گذراندم همه خلق حضرت اعلی برآورده رشون دادم 180 نفر فرزندای حضرت اعلی بینای لواگی ساخته من در و عرفه همون سپاریدنش این یک فرسنگ این خلق ما من همون میگفتم که همه خلق با هم مکانیزم هم محله کار فرمانده تونستم همه خلق حضرت علی که یک شده چرا و
prezidentim megun bir bo'lsa xalqimiz megun axirashandan guftan kimki birlashdi g'alabaga erishdi, kimki birlashmadi tuzib yo'q bo'lib ketdi. Barey hay mo doim birlashib baqolib prezidentim mo yakshida agar hamjahashida ma ahli mahalla kati davlat ijro hokimiyati mahalla ham mo yakshida ko'r kirim albatta in diyor O'zbekiston mo obod va ozod shidanish mo sababchi mishiman. So'rida hozir biz shashma mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yili e'lon kardan. Mana albatta in bejiz nez dar in نام محله که آبادسازی محله گفتن البته از هر جوها با همون محله آباد شدنش نگراندنش هر یک وزارت میگیم هر یک تشکیلات رهبر میگیم کمربسته میشن هر یک تشکیلات هم محله اکن پس میفرداد برای آباد کردن من ایریگاسیون تزمینش گویم ایریگاسیون مراجعت کرده این سالها خدا خواهد همون جوی دمام همون 5 کیلومتره البته چقدر که محترم پرزیدنت ما گفتن بتون پوش میکنیم حمایت زون هاش خدا خواهد میکشه. من دیمش درباره کروپسیا گپ زده شد. من دیمش لایحه مکان سبز و من عالم مجلس دیپوتاتش با 500 تریلیارد پول گذروندن. تریلیارد ما حضور میلیارد که میگوییم اینجا 500 تریلیارد هر یک دیپوتاتو همون برای حدود خودش رواج دادن 3 میلیارد گذروندن. من دیپوتات عالم مجلس با از اون ما از حزب خلق دموکراتیک پارتیاش من از رشتون اون کس خدا خواهد تلفن کردم گپ زنو کردم با اون کس که اومده حدود خودش من سوخم ما اون کس با آواز دادگی گوشه کنده هم خیلی مثل جاپایا مثل قیراق دیگر جاهایی که اسود کردگی نیست همونجا اسود کرده با خوی همه سبز برپا کردن و کمر بسته میشن. این بار اول این دیپوتات‌ها این پیش این خیلی امکانات این خیلی وکالت داده نمیشد. من دیمشنده هر یک دیپوتات سروی دیپوتات برآوردگیش پیش به اعتبار میشد. امروز ها پروکراتور باوای گرفته تقدیرنامه برآورده با جوابگاری کشیده میشه. فقراهای ازبکستان که در جامعه همون ازبکستان زندگی میکنند فخر کردنش میارزیدگی یک کار سه‌شتاست آبادانگاری کار بسیار شتاست. حالا شما گفتید حضرت علی نبودم چخل کار میکنم تا حضرت علی خدا خواهد من مسجد محتشم ساخته شد بینای محله ساخته شد من قبرستان ها ساخته شد تالار ساخته شد من مکتب ما خوشمچه بیناها ساخته شد اکن یک بسیار من میبیام همه ساحل با میبیام یا راو ما میرم توی مراسم میشد همونجا فریاد میکنم توی و میتونم رام یا ساحل با میبیام همون توی خانه در همون 3 محله نیست یک نیتم هست که خدا خواهد توی خانه سازم که همون 3 محله 11,000 نفر اهالی عبارت است هر 3 محله سر بزرگش حضرت علی و سر کنده همه ها یک تا توی خانه سازم برای همون توی برای بترده اخشام گذراندن همونجا نظارتش میشد همون محله هم این اومده رفتش هم راست خودش هم کم میشد یک توی خانه ساختن نیت و های 2026 انده حاکما اکنگش رئیس گرفته میشه جوش به عدم دیپوتاتو تعیین کرده میشه حاکم ناحیه خودشون پول صرف میکردن خودشون قرار میبردن این نوتورو بود البته امروز ها کنگش رئیس با اکن حسابدار حاکم پول صرف کرده باشن حاکمیت همون شخصی متصدی مالی صرف کردگی پیش کنگشان پیش دیپوتاتون نمایندگی خلقانه حسابدار میشه. سبحان الله تشکر زیاد. البته من از صحبت شما خیلی ذوق گرفتم چون که در محله حضرت علی یک قدر پیشروی ها را من با واسطه تلویزیون حقیقتا نمایش داده میره. ما همدیاران عزیز درباره پیشرفت محله حضرت علی و فعالیت دیپوتات نمایندگان خلق ولایت سبحان الله نشان هم صحبتش با شما پیشکش کردیم. خوش آمدید.